بعد از 10 سال توقف حکومت ناحیه بلجوان امید داشت که به این قبارها دوباره گاز آید. اما بیماری کووید 19 نگذاشت که شریکان چینی در منطقه نفت و گاز کارهای تعمیر و بازسازی را به راه مانده دوباره به کارکردن نفت شروع کنند. اکنون معلوم نیست این دستگاه‌های زنگ زده هم با سرمایه خارجی کی فعال شده از قعر دشت‌های بلجوان نفت و گاز استخراج می‌کند. گفته شنیده بودند اما بنابر سبب پاندمی آنها آمده نتوانستند. معلوم نیست که در کان‌های نفت و گاز ناحیه بلجوان چقدر ذخیره وجود دارد. شیرعلی جلیلزاده رئیس ناحیه بلجوان گفت که امید دارند در سال 2021 شریکان چینی برمیگردند. در گذشته هم بعضی کان‌های معدن‌های کوهی را شرکت‌های چینی گرفته بودند. آماری نشر شده درباره ذخیره‌های این کان‌ها بحث‌های زیادی را به میان آورد. اما پیش از این دستگاه‌ها را شرکت به نام حسن کمپانی میچرخاند و نفت و گاز را به منطقه کلاب می‌فروخت. در حکومت ناحیه بلجوان گفته بودند که شرکت حسن کمپانی از اداره نفت و گاز 1 میلیون سومانی قرضدار شده مدت فعالیت نمی‌کرد. اما بعد یک گزارش رادیو آزادی شرکت حسن کمپانی به اداره نفت و گاز قرضشان را برابر کرده اند. رئیس ناحیه بلجوان هم گفت که قرار است این شرکت کار را آغاز کند. هر دوشون هم در حضور با هم نفت گاز هم حسن کمپانی در مقامات اجرایی تشریف آوردند و خلاصه برآوری کردند که بین خودشون حساب و کتابشون الکی یافتگی. شرکت حسن کمپانی قرض 1 میلیون سومانیش را در حالی به اداره نفت و گاز پرداخت کرد که ناظرات اندازی ناحیه بلجوان میگوید قرض این شرکت در نزد اداره آنها 7 میلیون سومانی را تشکیل میکند. حسن کمپانی قرض دارد بخشش بلال شمس قرض اون در اون اساس است که چون که من قید کردم با استخراج نفت و گاز مشغول است با مبلغی زیاده از 7 میلیون در نزد بودجه ناحیه بلجوان قرض دارد. در کان‌های نفت و گاز ناحیه بلجوان تا سالهای 2010 یک مدت شرکت کلاب پترلام هم به استخراج نفت و گاز این ناحیه مشغول بود و به ساکنان کلاب گاز طبیعی میداد. بعد سالهای 2010 انتقال گاز طبیعی به خانه ساکنان کلاب قطع شد. حالا حکومت محلی امید دارد شریکان چینیش به کارکرد نفت و گاز شروع کنند. ناحیه بلجوان در 175 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه در زمان شوروی از ناحیه‌های دارای ذخیره‌های نفت و گاز به حساب می‌رفت.